ایران مونتسوری. سلام به همگی، روزتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب توی این قسمت میخوایم با هم دیگه گیاه شناسی کار بکنیم. قبلش لازمه بهتون بگم حقیقتا یه ذره انتخاب موضوع برای اینکه خارج از دوره بخوایم یه مطلبی رو آموزش بدیم سخته. یعنی هر چی فکر کردم برگو بگم، ریشه رو بگم، کلروفیل ها رو بگم، فتوسنتز رو بگم، چی رو بگم که اگر یک مادری یا والدی امکان شرکت در دوره ها رو نداشت بتونه دستاورد از این ویدیو داشته باشه. فکر کردم بیام طبیعت گردی رو بگم به دو دلیل. اولا اینکه شما هر لحظه میتونید توی معرض این موضوع قرار بگیرین و هزینه‌ای هم نداره و اینکه به شما این امکانو میده که وقتی توی یه طبیعت قرار بگیرین بدونین حواس بچه رو به چی جمع بکنید. دومین موضوعش این بود که چون نوروز هستیم دیگه، در حول و حوش نوروز هستیم، خیلی از خانواده ها چون سفر میرن کودک امکان دیدن طبیعت های مختلف رو داره که اگه من میخواستم این مطلب رو بعداً بگم شاید دیگه امکان اون طبیعت گردی نبود و یه ذره سخت میشد. موضوع امروزمون طبیعت گردیه. بریم ببینیم طبیعت گردی چیه. خب توی طبیعت گردی ما چند تا موضوع رو همزمان میبریم جلو، ولی به 3 شیوه میریم به طبیعت گردی، یعنی توی 3 مرحله، نه به 3 شیوه. مرحله اول خب ما میریم توی یه طبیعتی، میتونه یه پارک باشه یا حیات باشه یا میتونه انقدر شما خوششانس باشین که یک جنگل باشه که بتونید یه طبیعت بیکسر مثل دشت، مثل جنگل و اینجور طبیعت ها رو برید. اگر هم پارک بود اشکالی نداره، ما هر آنچه که میخوایم مطلب میتونیم از حتی توی کوچه‌ای که سر درخت باشه مطلبمون رو برداریم. توی مرحله اول که کودک میره طبیعت گردی ازش میخوایم که بره ببینه، اصلا بره طبیعت رو ببینه و هر چیزی که واسش جالبه رو توی یه حالا باکسی اگه در اختیارش میذارین، یه کیسه فریزر، در هر چی، یه پاکت اصلا در اختیارش میذارین، یه چیزی بذارین که بتونه همه چیزاشو توی اون بریزه و با خودش بیاره و بتونه هر چی که دوست داره رو جمع بکنه. ممکنه کودک سنگ برداره، ممکنه یه گل خشک برداره، ممکنه یه گل تازه‌ای که افتاده شده و نه کودک میچینه برداره، برگ برداره، ممکنه یه بادکنک ترکیده مثلا ببینه برداره، پوست یه درخت برداره. تک تک این چیزایی که داره برمیداره ما با خودمون میاریم حالا اون جایی که اسکان داریم. اگر سفر هستین اون جایی که اسکان دارین، اگه نه به منزل، اگر که راهبر مهد کودک هستین به مهد بچه‌ها رو میبریم به طبیعت گردی و بعد برمیگردیم به مهد کودکتون. یه میز داریم تحت عنوان میز طبیعت. کودک هر چی پیدا کرده میذاره روی اون میزی که گفتیم اسمش هست میز طبیعت. بعد ما شروع میکنیم به اول لمس کردن هر آنچه که کودک آورده. سنگو برداره، لمس کنه. ببینید ما تو تک تک اینا بسترهای گفتگو داریم ایجاد میکنیم. این سنگ نرمه، این سنگ زبره. ما الان زبری و نرمی رو کار کردیم. تک تک جمله هایی که شما میگین میتونه برای کودک حکم آموزش داشته باشه. حتما نباید یک کلاس باشه معلم پای تخته بنویسه زبرها، نرها، بعد مثال هاشو جلوش بنویسه. شما دارین همزمان که کودک لمس چیزی رو میکنه بهش اینو آموزش میدین. این برگو لمس میکنه، این نرمه، این چوبو لمس میکنه، این زبره. خب و اینو شما توی گفتگوتون میگین آها این چوبه چقدر زبرتره، این برگ است، بخوام برگ یه ذره نرمتره، نه این سنگه که دیگه از دوتاشون نرمتره. خب میخوام بگم جمله بندی شما اصلا نباید حالت آموزشی داشته باشه. شما دارین با کودک گفتگو میکنین، انگاری که شما هم دارین همزمان با کودک اون موضوع رو کشف میکنین و کشفیاتتون رو فقط دارین مطرح میکنید. بعد از اینکه این زبری نرمی بافت هاشون، این خشکه وقتی که تا میکنم صدا میده، این وقتی که تا میکنم صدا نمیده. ببینید ما بعداً وقتی میخوایم بحث آوندها رو بگیم و بحث خشک شدن برگ ها رو بگیم، تغذیه گیاه از برگ ها رو بگیم، این خشک بودن برگ، صدا دادنش، این یکی برگه که نرمه، همه اینا مثل یه نقشه گنجی که ما نشونه گذاری کردیم، هی برمیگردیم بعداً یه نشونه ازش برمیداریم. خب الان داری نشونه گذاری میکنی، حواسش رو به هر چیزی که داره میبینه جلب میکنی، داری دقت به جزئیاتش رو میبری بالا. حالا میخوایم 3 تا دسته‌بندی معرفی بکنیم: زنده، غیر زنده، زمانی زنده. خب میایم میگیم که این گله به طور مثال که اگه کودک یه گلی میاریم میگیم این گله زنده است، بیا بذاریمش توی آب. خب اینجوری بهش میگیم که این زنده هستش.
این سنگه اینم زنده است؟ نه، این غیر زنده است. این زنده نیست. حالا ممکنه تحت هر لفظی کودک بگه ما میخوایم به این 3 تا لفظ برسیم، فقط اینو حواستون باشه. مثلا چیزای بعدی، بادکنک غیر زنده است. یک کاغذ پیدا کردیم از تو طبیعت، غیر زنده است. باز شما وقتی که اینا رو کودک میاد میذاره میتونید چی بگی؟ درست که داریم گیاه شناسی کار میکنیم، ولی ما وقتی که راهبر میشیم همه جانبه داریم روی کودک کار میکنیم که کودک ما متمایز باشه به لحاظ روندی که برای زندگی خودش داره پیش میگیره. نباید اینا رو مینداختن توی طبیعت. این کار خوبی نیست. ما اگه این آشغالا رو پیدا کنیم، اولا که سعی می‌کنیم با دستکش برداریم، اگه دستکش نداشتیم بعدش حتما دستمون رو میشوریم، ولی اینا رو میندازیم توی سطل آشغال. ما الان داریم یه نشونه میذاریم واسه مبحث بازیافت. بعد که بخوایم بازیافت رو با کودک کار کنیم، یه بار ما اون دفعه‌ای که رفتیم تو طبیعت کردیم، مامان یا بابا گفت که ما نباید آشغالا رو بندازیم، یا اگه آشغالا رو میندازیم باید ببریم توی سطل خودش بندازیم. خب اینجا نشونه گذاشتیم. اینا میشن غیر زنده. خب یه جای دیگه ما داریم یه برگی که خشک شده. خب این برگو برمی‌داریم میگیم اینم یه موقعی یه برگ تازه و زنده بوده مثل این، ولی دیگه زنده نیست. ممکنه کودک شما چی پیدا کنه؟ یه حشره مرده پیدا بکنه و با خودش بیاره، براش جذاب بشه. ما گفتیم هر چی واسه جالبه بردار بیار. یه حشره مرده برداشته، توی کیسه‌اش گذاشته، با خودش آورده، روی میز طبیعت گذاشته. اونم میشه زمانی زنده. پس این دسته‌بندی‌ها وقتی داریم زنده و غیر زنده کار می‌کنیم، خیلی وقتا زمانی زنده جا میمونن و این به اشتباه توی دسته زنده یا غیر زنده میره، در صورتی که اینها دسته زمانی زنده هستن. کاربرگ‌های زنده، غیر زنده و زمانی زنده الا ماشاءالله هستن و میتونید از کاربرگ‌هاش هم بعد از این مرحله استفاده بکنید. من یه ذره حالت کنسرو شده، نمیدونم چه اصطلاحی بگم، دارم اینا رو واسهتون میگم. هر کدوم اینا توضیحش چند جلسه است که بخوایم واسه راهبر بگیم دقیقاً به چیا باید توجه بکنه، ولی به عنوان والد من دارم میگم کودک که میبریم به طبیعت اینجور چیزا رو داره جمع میکنه. دفعه دوم که میریم طبیعت گردی، گفتیم 3 بار میریم. دفعه دوم با چشم بند میریم. این بار ما همراه کودک هستیم تا اون توی خطر نیفته، ولی از چشم بند استفاده میکنه. چشم بند داره چیکار میکنه؟ ما وقتی یکی از حواس، به خصوص حس بینایی رو حذف میکنیم، بقیه ی حواس به شدت تقویت میشن. کودک با چشم بند میره این سری. خودتون در معرض لمس‌های مختلف قرارش بدین. تنه درخت‌ها رو لمس بکنه. ما بعداً توی قسمت درخت‌ها وقتی راجع به قطر درخت، حلقه‌های سن درخت وقتی بخوایم بگیم، الان یه نشونه گذاشتیم. من اون سری که رفتم طبیعت گردی یه درختی گرفتم خیلی بزرگ بود، اصلا دستام بهش نمیرسید. یه درختی گرفتم خیلی کوچولو بود، اصلا اینجوری می‌کردم تنه درخت رو میتونستم بگیرم. و حواسش رو به این جور چیزها جلب می‌کنیم. حواسش رو به برگ‌ها جلب می‌کنیم. تو قسمت قبلی ما دیدیم یه برگ خشک بود، یه برگ نرم بود، یه برگ سبزتر بود، یه برگ زرد بود، رنگ برگ‌ها رو دید. این سری اینو میتونه با مشاهده هم بفهمه، اما وقتی که داره با حسب بینایی میفهمه، بعدن که میخوایم اینو از حافظه کوتاه مدت ببریم به حافظه بلند مدت، کارمون راحت تره. داریم چی میبینیم؟ یه سری برگا اینطوری هن. خب وقتی که من ساقه رو دارم با چشم بسته لمس میکنم میام بالا، قرینه هم نیستن، یکی این وره یکی این وره یکی بالاه. یه سری برگا وقتی دارم با چشم بسته لمس میکنم، هر دوتاشون قرینه همه. خب لبه بعضی از برگا اینجوری دالبره، بعضی از برگا حالت کشیده تر دارن. باز ما تو قسمت ویدیوی برگ ها توی دوره گیاهشناسی وقتی میگیم تک تک برگ ها رو به کودک اسمشون رو یاد میدیم و باهاشون کار میکنیم. خب اما اینجا فقط میخوایم یه نشونه بذاریم برای درس برگ ها، یه نشونه بذاریم که کودک دقت به جزئیاتش بره بالا. وقتی داره این برگو لمس میکنه میبینه خود این دوباره یه ساقه کوچیک‌تر شده، 3 تا برگ شده، هم نرم نازک دالبره، برگاش کامل شبیه همه. درسته که اینو همین جوری هم داره این تفاوت رو میبینه، ولی کودک 3 تا 6 سال وقتی داره اینا رو میبینه بیشتر حواسش به رنگ این دوتا جلب میشه تا به بافت دورش، ولی وقتی لمسشون میکنه چشمش بسته است راحت‌تر اینو متوجه میشه. یا حالا برگ‌ها به لحاظ سایزشون، درخت‌ها، تنه درخت‌ها، بوها، وقتی که چشم بسته است شما میتونید گل‌های مختلفو در اختیارش بذارین. من وقتی این گل چشم
کودک بازه میگم فرقشون چیه، میگه این صورتیه، بنفشه، این آبیه. خب حواسش داره به رنگ جلب میشه. ولی وقتی چشم بند داره میگم که این دوتا گل چه فرقی داره، یا لمسشون میکنه و حواسش به گل برگ ها میره که من یه نشونه میذارم واسه درس گل ها، یا حواسش داره به بوی گل ها میره، اینو بو میکنه اینو بو میکنه و میگه مثلا بوی اینا با هم متفاوته. طبیعت‌گردی با چشم‌بند خیلی فایده هاش زیاده، خیلی حتما امتحانش بکنید و خیلی هم برای بچه‌ها جذابه، به خصوص وقتی که کودک داره راه میره، روی سنگ ها راه میره، یعنی همزمان که داره اون طبیعت اطرافش رو میبینه داره زیر پاشو کامل لمس میکنه، چون حواسش رو خوب جمع کرده که داره پاشو کجا میذاره. این زیر پام سفت بود، این سنگه، این شنه، اینجا ماس است، اینجا خیسه، اینجا نمیدونم گرمتره. اگه بچه‌ای که حالا مثلا نه اینکه با یه کفش لژدار خیلی قطور ببریمش طبیعت‌گردی، یا سعی کنین بچه‌ها رو رها ببرید طبیعت‌گردی. دیگه از الان به بعد هم هوا خوبه، هر چی لمسشون بیشتر باشه بهتره. ما میگیم دریچه یادگیری دسته، اما کف پا هم خیلی مهمه. یعنی از الان به بعد هم دیگه هوا خوبه، اجازه بدین بچه‌ها حتما با پای برهنه، حالا جایی که خودتون دارین میبینین دیگه تشخیص میدید اینجا خطری نداره و بچه میتونه بره راه بره و این به پردازش بعداً خیلی کمک میکنه. تو خیلی از درس‌ها ما کاریش داریم این قسمتو. خب طبیعت‌گردی سوم، دفعه سومی که داریم میریم طبیعت‌گردی، البته ممکنه مثلا ما از دفعه اول 10 بار میریم، 4 بار با چشم‌بند میریم، 10 بار با این طبیعت سوم رو میریم، یعنی سومین شیوه منظورمه، نه سومین باری که کودک به طبیعت‌گردی میره. میذاریم اول اون دو تا مرحله خوب جا بیافته، بعد میریم سراغ طبیعت‌گردی سوم. طبیعت‌گردی سوم که خیلی بهتره که چند نفری انجام بشه، یعنی اگر که مهد هستین که فبحل مورد، اگر نه با دوستانتون با اقوام هماهنگ کنین چند تا بچه رو همزمان ببرید. فقط جایی که برای طبیعت‌گردی انتخاب میکنید این توی این مرحله مهمه. بوستان ها خوبن، هیچ اشکالی نداره، حالا اگه یه صدای ماشین اجازه بود اشکالی نداره، اما پارک ها انتخاب خوبی نیستن، چون حواس بچه ها رو خیلی پرت میکنن، مثلا وقتی وسایل بازی هست و بچه های دیگه مشغول بازی و صدا و مثلا اون شوری که میفته هستن، انتخاب خوبی برای این مرحله از طبیعت‌گردی نیستش. این مرحله ما میخوایم، اسمش هست بازی سکوت، اسم این طبیعت‌گردی. میریم به طبیعت و از کودک میخوایم همینجور که طبیعت رو میبینه کاملا سکوت باشه تا ما برگردیم. فقط حواستون باشه ما داریم کودک رو میخوایم علاقه‌مند بکنیم به مبحث گیاهشناسی. وقتی من میگم کاملا سکوت باشه تا برگرده، منظور این نیست که اگه حرف زد سوختی، اگه حرف زد چرا حرف زدی، یا مثلا حس کنه که توی چه موقعیت سختی قرار گرفته که فقط میخواد از این موقعیت بیاد بیرون. ما باید حواسمون باشه چرا اصلا میگیم که میخوایم سکوت بکنه. چند تا چیزی رو میخوایم بهش آموزش بدیم. خیلی چیزا توی طبیعت هستن که ما باید صداشون رو بشنویم، به خوبی صداشون رو بشنویم تا بعد تو طبیعت‌گردی به ما کمک بکنه. وقتی که کودک ساکت نشسته یه گوشه و داره به صدای طبیعت گوش میکنه، به بادی که بین درخت ها میوزه داره گوش میکنه، این درخته که باد میاد چه صدایی بین برگاش میاد، این درخت چه صدایی میاد، این درخت چه تکونی میخوره، اون درخت چه تکونی میخوره، توی سکوت فقط داره نگاه میکنه. خب خیلی وقتا وقتی که کودک صبر میکنه تا سوالش رو بپرسه، چند تا اتفاق میفته. اول که داریم حافظه کار میکنیم، کودک داره ضمن احترام به بقیه که سکوت میکنه، سوالش رو نمیپرسه، چون بقیه هم دارن گوش میکنن و اینجا اون لزومی هست که چند تا بچه دیگه باشن. ضمن اینکه ما داریم به حریم دیگران احترام میذاریم، سکوت میکنیم تا بقیه صدای طبیعت رو بشنون، داریم روی حافظمون کار میکنیم، اون جواب اون سوالی رو که داریم نگه میداریم، بعداً از راهبرمون حالا یا والدمون میپرسیم که این سوال ما بود. توی درجه دوم چه اتفاقی میفته؟ خیلی وقتی ما سکوت میکنیم به جواب سوالمون میرسیم. یعنی مثلا ممکنه شما یه صدای پرنده کودک بشنوه، فوری میخواد بپرسه این صدا از کجاست؟ این چیه؟ این کجاست این صدا داره میاد؟ مثلا اگه ساکت باشه، اگه دقت بکنه، تمرکز بکنه، مخصوصا برای بچه‌هایی که یک مقدار توی تمرکز ضعیف هستن، این بچه‌ها وقتی که تو این بازی سکوت انجام میدن خیلی تمرکزشون تقویت میشه. خب وقتی تمرکز میکنی تو میتونی صدا رو پیگیری بکنی که این صدا داره از بالای این درخت میاد، این صدا داره از بالای این درخت میاد. وقتی نگاه میکنی میبینی خب روی این درخت لونه های بیشتری هست، روی این درخت اصلا لونه ای نیست. خب چی بعداً بهت میرسه؟ یه نشونه راهبر گذاشت واسه
چی؟ وقتی ما میخوایم انواع درخت ها رو توضیح بدیم، این درخت شاخه های چتری داره، راحت تره برای اینکه گیاه ها بیان روش، یا به این دلایل مثلا این درخت سمق بیشتری داره، نمیشه مثلا ببخشید پرنده ها میخواستم بگم پرنده ها میان روش، یا این درخت پرنده ها نمیان روش. اونجا توضیحش واسش راحت میشه. بازی سکوت رو هم حتما انجام بدین. و چیز دیگه ای که هست مثلا توی طبیعت بگم میتونین بهش توجه بکنین، توی همون طبیعت گردی اولی که رفتین مثلا میتونین به بچه‌ها بگین که خب ما میخوایم یه جایی بشینیم، الان ما دیگه خسته شدیم، کجا بشینیم؟ خب اگر که شما تو زمان آفتابی رفته باشین برای این طبیعت گردی، کودک جایی که انتخاب میکنه جایی که سایه بیشتری داره، اینجا حواسش رو به این جلب بکنید. الان نمیخوایم نجوم کار بکنیم و زاویه سایه ها رو بررسی بکنیم، با هم توی گیاه شناسی هستیم، میخوایم ببینیم کدوم درخت سایه اندازی بیشتری داره و سایه اندازی درخت‌ها به چی بستگی داره، به پهنای برگشون بستگی داره، به مدل درختشون بستگی داره و اینها چیزهایی هست که میتونید بهش توجه بکنید. چیز دیگه ای که میتونه توی طبیعت گردی دوباره مورد توجه قرار بگیره، اگر شما یه تنه درخت بریده شده دیدین، توجه کودک رو به حلقه های اون تنه جلب بکنید. بعداً توی بخش درخت شناسی بهش برمیگردین و انگار شما الان یه نشونه گذاشتین که بعداً که حلقه های درخت و اینا رو بخواید توضیح بدین یا لایه های تنه درخت بخواید توضیح بدین، کارتون راحت تره. خب طبیعت گردی چی دیگه به ما میده؟ ببینید دو تا هدف ما داریم. یکی این که ایجاد لنگر آموزشیه که به راهبر کمک میکنه، یکی ایجاد ذهن پرسشگره که به کودک کمک میکنه. چی هستن اینا؟ وقتی که شما مثلا همین برگاری که گفتم کنار هم قرار میدیم و کودک اینا رو میبینه، سوال میپرسه و میگه که این چرا این رنگی شده، خب به شما فرصت آموزش میده، چون گفتیم ما توی مونتسوری تا وقتی کودک سوال نپرسیده اجازه آموزش نداریم و این چیزیه که به ما این اجازه رو میده. ما داریم واسه خودمون یه انگار اجازه صادر میکنیم که بیا من بهت آموزش بدم. وقتی که داره این گل برگو میبینه که اینطوری خشک شده، میتونه بپرسه که این چرا خشک شده، این چرا رنگش با این فرق داره، این پوست درخته چرا اینجوری بریده است، مثلا اون یکی پوست درخته نیست. وقتی که شما کلکسیون درست میکنین با بچه‌ها تو اون دفتری که گفتم چسب میزنن، حالا چه همون موقع چه وقتی که رسیدین، وقتی که بچه‌ها هر آنچه آوردن رو میز طبیعت گذاشتن، وقتی به مقایسه اونها توی یه محیط آرومتر، حالا تو طبیعت دیدن، همه رو با خودشون دستاورداش آوردن، به مقایسه اونها رسیدن، هر لحظهش برای شما داره نشونه میذاره که شما با اون آموزش بدید. ذهن کودک رو داره پرسشگر میکنه. کودکی که ذهنش پرسشگره تا یه جایی نیاز داره که راهبر بهش یاد بده، یعنی تا یه سنی، مثلا ما دیگه تقریبا دوره‌های 9 تا 12 ساله که داریم میگیم، دیگه بچه‌های 12 ساله خودشون میرن دنبال جواب سوال‌هاشون و تحقیق کردن، سرچ کردن، پروژه انجام دادن و به خوبی یاد میگیرن. برای همینه که توی سن 3 تا 6 سال مهمه ما اول ذهنش رو پرسشگر بکنیم، تو دوره‌های بعدی کمکش بکنیم یاد بگیره جواب سوالاتش رو چطور پیدا بکنه. کمک دوم گفتیم که به راهبر هست، این هست که لنگر آموزشی ایجاد میکنه. لنگر آموزشی مثل چی؟ مثل اینکه راجع به حالا همین برگه بگیم این برگه چرا خشک شده، خب میگیم که این برگه وقتی که خوردش میکنم صدا میده، این برگر رو وقتی تو دستم له میکنم صدا نمیده. من دارم برای چی لنگر آموزشی ایجاد میکنم الان؟ برای مبحث آوندها. خب این دیگه فکر کنم از آونداش آب نمیره بالا، این فکر کنم هنوز تو آونداش آب تازه هست. آوند چیه؟ بیا من برات توضیح بدم آوند چه. خب من دارم سواله رو کمکش میکنم هم بپرسه، هم همزمان دارم این لنگره رو ایجاد میکنم. اگر الان نپرسه آوند چه، هیچ اشکالی نداره، شما خیالتون راحت. وقتی میخواین بحث ساقه رو بگین، وقتی میخواین بحث برگو بگین، تو ذهنش هست این آوند، تو ذهنش هست که یه روزی شما تو طبیعت گردی گفتین که درختایی که این گله که خشک بود آوندش فکر کنم دیگه آب بهش نمیرسه. اصلا من اینو به قطع بهتون میگم خیالتون راحت که از ذهن کودک نمیره، چون به اینا اصلا میگن لنگر آموزشی، چون اصلا یاد کودک نمیره و به شما کمک میکنه مبحث رو ادامه بدید. این خیلی مهم بود که خدمتتون بگم که طبیعت گردی رو خیلی جدی بگیرید. خب ابزار ما برای این طبیعت گردی برای کودک میتونه چی باشه؟ گفتیم اول ما نیاز به یک مخزنی داریم، حالا میتونه پاکت باشه، میتونه کیسه یه پارچه‌ای باشه، میتونه یه باکس کوچیک باشه که حالا حمل و نقلش هر چی که انتخاب می‌کنید راحت بشه، کیف کولی خود کودک باشه، هر چی که بتونه با خودش ببره و هر آنچه پیدا می‌کنه توی کیفش یا اون مخزنی که حالا براش تهیه کردین بذاره. خیلی از بچه‌ها دوست دارن که همونجا چیزی رو بچسبونن، یعنی وقتی که ما اون
آلبوم هایی که بعداً توی بخش برگ و گلبرگ ها داریم که بچه‌ها درست میکنن، توی مرحله طبیعت‌گردی با خودشون میارن، دقت بیشتری به تفاوت‌ها میکنن. چرا؟ میاد این برگو برمی‌داره، یه چسب ماتیکی داره، یه دفتر نقاشی به طور مثال داره، اینو میچسبونه صفحه اول. خب برای صفحه دوم خودش میره میگرده دنبال یه برگ متفاوت. خب و دیگه 10 تا از این برگ بر نمیداره توی هر صفحش بچسبونه، یه گلبرگ متفاوت، یه پوست درخت. خب و حواسش به تفاوت‌ها بیشتر جلب میشه. چیز سومی که خیلی خوبه همراهتون باشه ذره‌بین هست. ذره‌بینا فقط حواستون باشه حتما ضد خشم باشن، حتما نشکن باشن. اینا رو وقتی که با کودک میبرین چه کمکی میکنه؟ حتی اگر کودک هنوز بلد نباشه از بزرگنمایی ذره‌بین چطور استفاده بکنه، کمک میکنه جزئیات رو توی محدوده ببینه. خب وقتی که من دارم اینطوری به همه جا نگاه میکنم جزئیات زیادی نمیبینم. خب ولی وقتی که من دارم از توی این قاب ذره‌بین نگاه میکنم، اینو میبرم جلو و میخوام نگاه بکنم، خب دارم جزئیات بیشتری رو میبینم، به چیزهای ریز دقت بیشتری میکنم و این خیلی کمک میکنه به بچه‌ها توی طبیعت‌گردی. خب حالا من برای اینکه ویدیوهای اینستا نمیتونه خب به اندازه دوره طولانی باشه و من جزئیات رو خیلی ریز نمیتونم بگم، ولی اون چیزی که لازم بود که به دردتون بخوره که برای طبیعت‌گردی که انشاءالله میرین و کلی هم بهتون خوش میگذره با بچه‌ها استفاده بکنین و بدونین که وقتی توی یه بستری حتی به اندازه یه پارک، کوچه یا حیاط قرار میگیرین راجع به چه موضوعاتی میتونین با بچه‌ها گفتگو بکنین براتون گفتم. باز اگه سوالی چیزی بود که در خدمت هستم. اینم از قسمت اول گیاهشناسی.